میخوام امروز چند نکته در مورد صندلی تاشو بهت بگم که هم به هنگام خرید بهترین صندلی رو خرید کنی، هم عمر صندلی که خرید کردی طولانی تر بشه. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. به هنگام خرید صندلی اصلی ترین پارامتری که باید بهش توجه کنی لوله استفاده شده توی صندلیه. اگه فردی سنگین وزن هستی، لوله‌ای که توی صندلی که داری می‌خری استفاده شده باشه باید لوله 20 باشه. وقتی لوله 20 استفاده شده باشه، وزن صندلی بین 3200 تا 3500 گرمه و تحمل وزنیش 120 کیلوگرم الی 150 کیلوگرم. و اگه فرد سبک وزنی هستی، میتونی از لوله 18 هم خرید کنی و وزنش زیر 3200 گرم هستش و تحمل وزنیش هم ماکسیموم تا 100 کیلوگرم هست. زمانی که میخوای صندلی مبله رو خرید کنی، اصلی ترین پارامتر دیگه بعد از لوله دسته‌ایه که توی صندلی استفاده شده. جنس مواد اولیه دسته پلاستیکی باید حتما مواد نو باشه تا که تحمل بیشتری داشته باشه و توی جابجایی و نشستن آسیب نبینه. نکته دیگه که عمر صندلی رو اضافه میکنه، کفی مربعی شکل صندلیه. این کفی مربعی قسمت جلو با قسمت پشت کفی باید توی یه راستا باشه و حد اکثر سمت جلوی کفی 2 الی 3 سانت بالاتر باشه که یه حالت اسمانند به هنگام نشستن به طرف بده. اگه بیشتر از این باشه، سر جلو بیشتر از 2-3 سانت بالاتر باشه، به هنگام نشستن دسته از این قسمت آسیب پذیر میشه و توی 1-2 ماه که استفاده کنید دسته از این قسمت میشکنه و صندلی متلاشی میشه. نکته دیگه هم که توی باز و بست این صندلی وجود داره، باید از سر جلو و از سر پشتی فشار بدید صندلی جمع بشه. وقتی هم که خواستیم باز کنید به همین صورت. یه حالت دیگه هم برای جمع شدنش هست که از این پشت فشار میدید تا صندلی جمع بشه. به غیر از این 2 حالت جوری دیگه نباید صندلی رو باز و بست کنید. اگه از این پایین بخواید صندلی رو باز کنید، صندلی آسیب پذیره. خیلی خوشحالم که ویدیو رو تماشا کردید، اما حمایت کنید، لایک و کامنت برامون بذارید. بدرود.